سلام، بریم با هم یه حکاکی دیگه انجام بدیم. یه گل رز باز. ابتدا این کاتر رو که عرض 5 سانت داره، اون قسمتی که میخوایم گل رز درش بیاریم قرار میدیم و کمی فشار میدیم که جاش روی میوه بمونه. حالا با چاقو عمود بر میوه شروع میکنیم برش زدن. از 1 سانت تا 1 سانت و نیم نوک چاقو استفاده میکنیم. این برش رو عمود میزنیم و بعد از داخل 45 درجه تقریبا زاویه چاقومون زیرش رو خالی میکنیم. همونطور که میدونید من قبل شروع به کار پوست هندونه رو گرفتم و یه دور هم با پوستکن صافش کردم و بعد شروع کردم به حکاکی. اگه جای زاویه‌ای داره حتما زاویه رو بگیریم که کارمون تمیزتر بشه. خب حالا ما میایم این دایره رو به 5 قسمت تقسیم میکنیم و حالا شروع به بقیه برشمون میکنیم. قسمت هایی که خط کشیدیم، از این قسمت من شروع کردم یه خط عمود تا علامتی که زده بودم و با یه شیب کم زیر این خط رو خالی میکنم. این زاویه تیزی که بهم داده اول از بین میبرمش و بعد از 1/3 این گلبرگ تا علامت بعدی که زده بودم باز شروع میکنم عمود بر میوه گلبرگ بعدی رو میزنم و دوباره زیرش رو خالی میکنم. من گلبرگ ها رو همیشه عمود میزنم برای داخل گل رز و برای خالی کردن زیرش یه مقدار چاقو رو مایل میگیرم و بعد گلبرگ بعدی، البته بعد از برداشتن اون زاویه‌ای که درست شده، زاویه رو برش میدارم و دوباره از 1/3 اون گلبرگ شروع میکنم برش زدن تا علامت بعدی که زده بودم. متاسفانه تو فیلم علامت خیلی نما نداره، بهتر بود که از ماژیک سفید استفاده میکردم و بعد زیرش رو خالی میکنم. همونطور که قبلا هم گفته بودم وقتی که حس میکنید نمیتونید تیکه ها رو بردارید حتما یه جای گیر داره، برای همین یک بار دیگه حرکت چاقو رو برین تا باز بشه تا بتونین کامل برش دارین، وگرنه با گلبرگ کنارش متاسفانه میکنین و خراب بشه. البته اونم راه چاره داره ولی خب بهتره که به اونجا نکشه و بعد دوباره زیرش رو خالی میکنیم. دوباره اون حالت زاویه رو بر میداریم و میریم برای ردیف بعدی. ردیف بعدی هم دقیقا مثل همینه، فقط چون ظریف‌تر میشه یک کمی با حوصله بیشتر انجامش بدیم. از 1/3 این گلبرگ تا 1/3 اون یکی گلبرگ و دوباره زیرش رو خالی میکنید. همینطور که برای کیک گردون رو میچرخونیم، برای حکاکی هم میوه رو میچرخونیم که کاملا بتونیم راحت باهاش کار کنیم. اون تیکه وسط هم که میمونه یه برش کوچیک میزنیم که حالت وسط قنچه رو کاملا تداعی کنه.
من فیلمتون نکردم که کاملا ریزکاری ها رو ببینید. و این هم مرکز گلمون. خب حالا اون تقسیم بندی که انجام داده بودیم که 5 تا بود، ابتدا با زاویه 45 به هم وصلش میکنیم به شکل هلال و این تیکه رو بر میداریم. دوباره به همون زاویه 45 یک کمی نهایت مایل تر گلبرگ رو در میاریم و زیرش رو خالی میکنیم. زاویه های چاقو خیلی برامون مهمه. این تیکه چون کامل برش نخورده بود من دوباره برداشتم و بعد گلبرگ بعدی رو هم دوباره به همین شکل، ولی از 1/3 گلبرگ قبلی تا علامت بعدی به صورت 45 درجه برش میزنم و برش میدارم. گیر رو آزاد کردم و بعد گلبرگ رو میزنم و دوباره زیرش رو خالی میکنم. دیگه از این به بعد تکراره. ممنون میشم که کانال خودتون رو حمایت کنید، ساب فراموش نشه. چون گلبرگ هامون از هم بازه و یه گل روز باز رو داریم حکاکی میکنیم، حالت چاقومون بیشتر به سمت 45 درجه مایله. تا یه گل روز بزرگ باز داشته باشیم که گلبرگ‌هاش از هم فاصله داره. و زیر گلبرگ رو خالی کردم. کلیپ بعدی رو سعی میکنم گل روز حالت قنچه ولی حالت 3 بعدی حتما خیلی سریعتر آماده کنم که اون رو هم ببینید. اگر کار ظریف دوست دارید اون کار قشنگی، ولی اصول کار رو خواستم روی این گل روز باز ببینید که دقیقاً قلقاش دستتون بیاد. من اومدم به عنوان برگ یه حالت اشک در آوردم، پایین و اشک رو ببینید کاملا هلال هست و بعد از داخل زاویه 45 درجه خالیش میکنم که بعد به کار بده. حالا از این قسمت حالت مارپیچ برش میدم و برش عمود به این شکل و بعد زیرش رو خالی میکنم.
خط بعدیمو یک مقدار بالاتر میام و دوباره همین حرکت مارپیچ رو از این سمت میرم و دوباره زیرش رو خالی میکنم. این برش های کوچیک اشکی یه جورایی از داخل هم شروع میشن و دوباره اون زاویه که ایجاد شده برش میدارم و بعد دوباره هلال بعدی رو میزنم. پس شروع هلال چاقو عموده و وقتی میخوام زیرش رو خالی کنم تقریبا 45 درجه میشه و دوباره کار تکرار میشه. باز اون زاویه اضافی که پایین درست شده رو برمیداریم و دوباره از قسمتی که باید خط مارپیچ رو میزنیم به شکل عمود و زیرش رو دوباره 45 درجه خالیش میکنیم. اینو هم به این سری من بزرگ زدم که قلق کار دستتون بیاد. توی کلیپ بعد سعی میکنم ظریفترش رو حتما کار کنم ولی با همین فرمول. کنارهای خالیش هم میتونید شما با همین برگ ها پرش کنید. به کانال سر بزنید و از آموزش های دیگه‌ای که داریم کیک و شیرینی هم بتونید استفاده کنید. ممنونم که تا اینجا زمان گذاشتید و همراه ما بودید. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. و در نهایت خروجی کار به این شکل میشه. خدا قوت.